درود رفقا، ردنس هستم. حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. امروز اومدیم با یک ویدیو متفاوت و ترسناک. بله، روستایی میگن که دور روستای موجود عجیب رو دیدن که شبیه استیوه ولی خیلی ترسناکتر و قدش خیلی بلندتره و میگن به طور عجیبی رو میره و خیلی ترسناکه داره که اسمش میمیکره و قرار ما بریم ببینیم چی میشه دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که به من خیلی انرژی میده. بی معطلی برو بریم سراغ این ویدیوی ترسناک و آره دیگه، برو بریم سراغ ویدیو. خب رفقا، یه روز عادی و اینجا ما داریم. خیلی روز عادیه. درخت ماین کنیم، چوب درخت. میمیکر فکر کنم شب بیرون میاد، داخل جنگل هم شاید اسپان بشه. البته تو روزم هست، خدا کنه که اینجا نباشه. بریم یکم چوب جمع کنیم، یکم چوب ماین کنیم. پشمام، میمیکر اون بالا صفحه دیدنش اونجاست. وای، میمیکر. بهتر از اینجا دور بشیم، داره شب میشه کم کم. بریم توی خونه. اونجاست رفقا، میبینیدش زیر اون درخته. وای، چه بلایی سرش اومده. خیلی ترسناک شده. امشب باید توی اون خونه بمونیم. وای، خیلی ترسناک شده. امشب توی اون خونه میمونیم. خب، خیلی ترسناک شده واقعا. یکم یک کرافتینگ بسازیم. استیک. خب، داره شب میشه دیگه. یه استیک، چوب، یه کلنگ. بریم یکم تجهیزاتمون رو پیشرفته کنیم. خب رفقا، ما رفتیم چند تا سنگ و زغال جمع کردیم. چند تا سلاح هم بسازیم اینجا. یه تبر، یه شمشیر و یه کلنگ و یه تبر دیگه. یه اجاق هم بسازیم، خیلی نیاز داریم. یه فرسنه. خب، زغال هم که زیر زمین خیلی زیاد جمع کردیم. زغال زیاد بود. خب، 32 تا زغال. ببخشید، استیک منظورم بود، نه همون تورچ است، ببخشید.
بیرون. روز رو فکر کنم. بله چقدر اسکلت اینجاست. بریم ببینیم میمیکر هنوز اونجاست یا نه. دیروز زیر اون درخت دیدیمش، رفته از اینجا. خب بریم بالای تپه ببینیم میتونیم میمیکر رو پیدا کنیم یا نه. خدا کنه میتونیم میمیکر رو ببینیم، میتونیم این میمیکر رو نزدیک ببینیم. ببینیم ما رو ببینیم چیکار میکنه. خب رسیدیم به اینجا. ببین میمیکر اینجا نیست. وای اینجاست بچه، اونجاست. وای اونجاست رفقا. میخوام برم سمتش. وای چه قد بلند داره. میبینیدش رفقا؟ دقیقا اونجاست. وای اون پایین. وای نگاه چی شد، چقدر ترسناکه. پشما. وای با آیرون گولم داره میجنگه. وای چه درگیری. کشت. پشمام آیرون گولمو کشت. وای ما رو با چند تا دمیج میکشه. میریم نزدیکش رفقا. وای خیلی میترسم. وای دنبالمون افتاد. وای پشمام. نه دنبالمون نیست. وای 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 دنبالمون افتاده. وای خیلی میترسم. وای وای کشتمون. وای این چی دیگه؟ با 2 ضربه کارمون رو تموم کرد. پشمام چه قدرتی. وای این نزدیکی هم اینجا مردیم. اسپان شدیم دوباره اینجا. وای 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 خیلی نگاش کنید فقط رفقا، چه سرعتی. خیلی بابا لامصب، خیلی ترسناکه، خیلی قویه. من حریفش نیستم آقا. خیلی ترسناک. چه بلایی سرش میده. آره رفقا میخوام با تمام سرعت برم ببینم میتونم اصلا راهمو وردارم یا نه. وای خیلی بابا ترسناکه. برمیگردم به روستا. خیلی بابا اصلا قویه لامصب. این چیه دیگه؟ میام خونه تا شب بشه. شد. وای بریم ببینیم هنوز میمیکر اونجاست یا نه. برو بریم. امیدوارم که نباشه. وای هنوز اونجاست. روی تپس داری میره. بری زامبی لعنتون بر. من باش درگیر نمیشم. بریم ببینیم میتونیم بهش دمیج بدیم یا نه. وای 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 آخ به گاه رفتیم. اینو نمیشه اصلا کش. با هیچ اصلا اینو نمیشه کش. خیلی وای چون اینجا
اسپان شدیم. آقا دیگه مردیم. تونستیم یه دمیج بزنیمش. تونستیم یه دمیج بهش بدیم. آره رفقا برگردیم که به گامی برم. وای اینا رو نگاه، همه دنبالم افتادن. وای خیلی بابا این ترسناکه، مخصوصا شب. خیلی اصلا خیلی مزخرفه. خب رفقا امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت کنید و چنلمو رو سابسکرایب کنید. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما داخل کامنت ها بهم بگید. دوستتون دارم. فعلا تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.